خوش اومدیم با بازی دیریف، ماشین دیریف و بریم که بازی کنیم ادامهش بدیم. میبینیم که اول بازی میای اینجا چند بخش داره، بخش آنلاین، مولتی پلیر، یا بخش آموزشی یا سولو ران و بخش های زیادی. الان ما میریم بخش آزادش، مثلا خودمونی فقط. الان من میتونم مکانهای مختلف رو انتخاب کنم، اما ساده ترین مکان انتخاب میکنیم. میبینید میزنیم روش و چند نوع داره این بازی. میتونید گوشتون رو بچرخونید یا مثلا با فلش این صدا بازی کنید. ما الان اومدیم با فلش بازی کنیم و وقتی پایین رو میبینید یه علامت لاستیک هست که وقتی ریف میکشین این از سلامت لاستیکتون کم میشه و با این لاستیک جدیدی بخرید. بریم بازی کنیم. ببینید بچه ها چه خیلی بازی خوب. و وقتی علامت دستی رو بزنید ماشین در حالت دریفت قرار میگیره. ولی اگه نه خودش ساده ولی اگه زیاد بچرخونید لاستیکو میره در حالت دریفت و خیلی بازی مخصوص کسایی که دریفت بازن و ماشین بازن، مخصوص اونایی که زوپرا سوار میشن. یه سوار نمیشن، عاشق زوپرا یه با این قیمت دیگه نمیشه زوپرا خرید. وقتی الان تصادف میکنیم ماشینمون قطعش کم میشه، اصلا کنده میشه. الان از سپرش داره کنده میشه. بریم بخش دیگه رو بهتون نشون بدم. میتونید چیز میذاره به ماشینتون اضافه کنید یا ماشین دیگه بخرید. الان بریم سولو ران. الان بریم راند آسونش، چون خیلی سخته این رانداش و باید بلد باشه. یعنی اون جایی که میگه باید بگی و جایی که میگه دستی بکشی باید دستی بکشید. ببینید وای سخته، باید آدم بازی کنی تا بفهمید چیه. چیزی که میگه رو باید انجام بدی و تمام. و اونو نگرفتن امتیاز به حساب نمیشه و اما بهم میده. دوستان حتما کانال ساب کنید، اگه جدید هستین کامنت بذارین واسه من و ویدیو لایک کنید و زنگوله کنارش بزنین که تا وقتی ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون بگه که این ویدیو گذاشته و بیایی بازیشو نصب کنی و حالشو ببری. این بازی هم فکرم فقط در فروشگاه موجود باشه، گوگل پلی همون خودمون. بریم یه راند دیگه بریم، میتونیم این بار بهتر بریم یا همون مثل قبل. واو نه، الان من از امتیازم کم شد. ماشالله چه دیریفتی. من برم خونه. یعنی وقتی بذاری اینجا علامت آچار میاد، یعنی این سپس خش داره میدونم و پول بدی و تمامش کنی. الان ما اینجوز کردیم و میتونید زاویه لاستیک هم تنظیم کنید یا رینگش تنظیم کنید یا غیره. ببینید رینگ جلو رینگ عقب فرق میکنه همش. ولی میتونید از اینا بخری واسش، خیلی پول میخواد. میتونید موتورش عوض کنید، چیز بندازید موتورش، یا صندلی رو مجلس قضا کنید یا چیزی توربوش رو ببرید پایین یا بالا. واقعا بازی خوبیه، جزئیات زیادی داره، حتما نصبش کنید و اسمش هم همین الان میاد. ویدیو 4 دقیقه شد یا کمتر بیشتر و اسمش همین الان اینجا میاد. کانال یادتون نره ساب کنید و خدا.